به نام خدا. حکایت‌های ملا نصرالدین. حکایت پیدا کردن دزد از طریق کشیدن دم خرش. درود بی پایان به شما دوستان همشگی و همراه. لطفاً من رو تا پایان این داستان زیبا از کانال قصه‌های ایرانی دنبال کنید و برای پشتیبانی از ما لطفاً ما رو سابسکرایب کنید و با زدن زنگوله و لایک کردن از ما حمایت نمایید. روزی همسایه ملا در خانه او را زد. ملا نصرالدین در حیاط را باز کرد تا همسایه آبیارش وارد شود. و سلام و احوالپرسی ملا از او پرسید: چرا امروز پا برهنه‌ای؟ مرد آبیار در حالی که پایش را می‌خاراند جواب داد: چون که کفش‌هایم را گم کردم. ملا گفت: حالا بیا برویم آنجا بنشینیم و ماجرا را از اول برایم تعریف کن تا ببینم چه بر سرت آمده. آن دو رفتن در حیاط نشستند. همسایه شروع کرد به حرف زدن. جانم برایت بگوید ملا، دیروز رفته بودم به مهمانی. ما روی هم 10 نفر بودیم. همگی کفش‌های ما را درآوردیم. من نفر آخری بودم که به آنجا رسیدم. آنجا 9 جفت کفش دیدم و هیچ کدام از آنها به تازگی و نوعی کفش‌های من نبود. من هم کفشم را پیش کفش‌های دیگران گذاشتم و داخل شدم. حرف زدیم و چای خوردیم و حرف زدیم. ملا ریشش را خاراند و سرش را تکان داد تا به همسایه نشان دهد که با دقت به حرفهایش گوش می‌دهد. مرد آبیار ادامه داد: آنهایی که آنجا بودند یکی یکی رفتند به خانه‌هایشان. من نفر آخری بودم که از اتاق بیرون آمدم. وقتی که بیرون را نگاه کردم چه دیدم ملا؟ ملا به پاهای برهنه مرد نگاه کرد و گفت: دیدی که کفش‌هایت آنجا نیست؟ بله همینطور است. مرد آبیار که به راکان ملا امید داشت ازش پرسید: کفش‌های من چطور شده است؟ ملا جواب داد: یکی از آن 9 نفر آنها را با خودش برده. حتما می‌خواسته با تو شوخی کند. مرد آبیار خوشحال بود که ملا همه چیز را فهمیده. به او گفت: بله، ولی کدام یک از آنها این کار را کرده؟ ملا گفت: باید این را بفهمیم. آنها ساکت نشستند. ملا در این فکر بود که راه چاره‌ای پیدا کند. زن ملا هم برای آنها چای آورد. عاقبت ملا فکری به ذهنش رسید و گفت: به آن 9 نفر بگو همگی فردا صبح به خانه من بیایند. من آنها را امتحان می کنم. امتحانی که حتما معلوم می کند که کدام یک کفش‌های تو را برداشته است. روز بعد ملا سخت مشغول بود. اول در باغچه‌اش زانو زد و چیزهایی از زمین جمع کرد و بعد به آخر خرش رفت و موقع بازگشت زنش را صدا کرد تا با تنگ آبی روی دستش بریزد و بعد رفت دم در خانه‌اش نشست تا آن 10 نفر بیایند. وقتی آنها آمدند بعد از سلام و احوالپرسی همیشگی ملا به آنها گفت: من می‌دانم که یکی از شما در مهمانی دیروز کفش این مرد را برده است. آنها یکی یکی با تعجب گفتند: چی؟ من این کار را کردم؟ ملا جواب داد: در هر صورت بهتر می شود اگر شما این کفش را برداشته اید همین حالا پس بدهید و زحمت مرا کمتر کنید. آنها به دیگر نگاه کردند و از نگاهشان معلوم بود که به هم می گفتند: تو این کار را بکن اگر راست می گویی و می توانی، ولی چیزی به زبان نیاوردند. ملا در حالی که به صورت آنها نگاه می کرد تا بفهمد که چه کسی از همه مضطرب‌تر است گفت: می خواهم که شما یکی یکی داخل طویله پیش خر من بروید و در را پشت سر خود ببندید. هر کدام از شما باید نوک باریک دم خر من را با دست بگیرد و آن را بکشد. البته که با ملایمت. وقتی که دزد کفش دم خرم را بکشد خر عرعر می کند. آنها همانطور که ملا گفته بود عمل کردند. هر کدام از آنها وارد طویله شدند. در را پشت سر خود بستند و بعد از چند دقیقه بیرون آمدند. ولی خر ملا حتی یک بار هم عرعر نکرد. مرد آبیار با ناراحتی به ملا گفت: ای ملا جان، آزمایش شما هم نتوانست کاری انجام بدهد. ملا با خنده گفت: حالا تازه اول کار است. و بعد رو به مردها کرد و گفت: من میخواهم یکی یکی شما از پیش من رد شوید
و بینی و ریش مرا یک بار با دست راست و یک بار با دست چپ لمس کنید. مردا همه از جلوی ملا رد شدند و هر کدام ریش و بینی او را لمس کردند. اول با دست راست و بعد با دست چپ. آخرین نفر هم از جلوی ملا رد شد. ملا به او اشاره کرد و گفت: تو کفش‌ها را برداشتی، تو آنها را پنهان کردی، کفش‌ها را به صاحبش پس بده. مرد چهره‌اش قرمز شد و با همان چهره قرمز و با صدای لرزان گفت: این کار فقط یک شوخی بود. کفش‌های او الان در خورجین خرم است که به دم در خانه ایستاده است. ولی شما از کجا حدس زدید که من این کار را کردم؟ ملا با خنده گفت: این کار آسانی بود. دستهای خودت را بو کن. مرد دستهایش را بو کرد، ولی بویی غیر از بوی همیشگی چرم زین الاغش و ابزار کارش به مشامش نرسید. ملا گفت: حالا دستهای دیگران را بو کن. مرد دستهای دیگران را بو کرد و گفت: زیتون. دستهای همه بوی زیتون میداد. زیتونی که از باغچه شما در آمده. در همین موقع ار خر ملا بلند شد و از طویله بیرون آمد. ملا به آن مرد گفت: حالا برو و دم خرم را هم بو کن. تنها سر دمش را بو کن. تو تنها کسی بودی که ترسیدی و دم خر را نکشیدی که مبادا او ار کند و دزد شناخته شود. مرد دم خر را گرفت کنار بینیش تا گفت: زیتون. این هم بوی زیتون میدهد. حالا دیگر مقصود از آزمایش ملا معلوم شده بود. راستی که امتحان بسیار خوبی بود. مرد از نقشه زیرکانه ملا خنده‌اش گرفت و بعد همه آنها با هم خندیدند. آمد رفت از خورجین خرش کفش‌های مرد آبیار را درآورد و به او تحویل داد. دوستان، از اینکه تا پایان داستان ما را همراهی کردید بسیار بسیار سپاسگزارم. لطفاً برای پشتیبانی از ما کانال ما را سابسکرایب کنید و ما را به دوستان عزیزتون معرفی نمایید و لطفاً این ویدیو رو لایک نمایید. تا داستانی دیگر، خدا نگهدار.